سلام. 2-1 چگونه فوتبالبازان تاجیک منتخب لبنان را شکست دادند و برای فوتبال کشور تاریخ ساختند؟ یگانه ورزشکار تاجیک که در 15 محاربه یگان باخت ندارد. همه این و دیگر خبرها در نشر امروزی برنامه. بازی سوم منتخب جام فوتبال آسیا در گروه A میان دسته‌های منتخب تاجیکستان و لبنان برگزار شد. قبل از شروع بازی پرزیدنت کشور امامعلی رحمان با فوتبالبازان کشور واخورد و اشاره کرد که بازی آنها را حتما تماشا میکند و امید به غلبه آنها دارد. ساعتی چند فرقیتش سال نباشه من تماشا میکنم. و شما موفقیت. غلبه. در 5 دقیقه ایلوگی قسم یکم بازی شیروان مابچوف گل اول را به دروازه رقیبان وارد کرد. اما سنجش ور این حالت را آفساید نامید و گل فوتبالبازان تاجیک را بیکار کرد و قسم اول بازی با حساب 0-0 به انجام رسید. در ابتدای قسم دوم بازیگران لبنانی حساب بازی را کشیدند، ولی در نگذشته در دقیقه 69 علیشیر جلیلوف با ضربه سخت توپ را به دروازه منتخب لبنان وارد کرد، اما متاسفانه این گل را نیز با بهانه قبلی حساب نکردند و خوشبختانه در دقیقه 79 پرویز عمربایف از ضربه جریمه‌ای توپ را به دروازه لبنانی ها وارد کرد و حساب را مساوی نمود. گلی که دیگر نه فیفا بیکار کرده میتواند و نه سنجش ور. با همین طریق در دقیقه های ایلوگی قسم دوم نوردین همراقلوف یک ضربه را از میدانچه جریمه‌ای با سرش داخل دروازه حریف نمود و حساب را 2-1 کرد و در کتاب فوتبال کشور صحیفه نو گشود. قابل ذکر است که منتخب فوتبال تاجیکستان بار نخست در مسابقه جام آسیا اشتراک داشته از زینه دوم به دور 8-1 فینالی مسابقه پلی آف راه یافت و به چنین دستاورد بزرگ نائل گردید. سرور حمیدوف ورزشکار تاجیک که از 15 محاربه یگان باخت ندارد. سرور ورزشکار تشکیلات بلاتر MMA بوده تا امروز در 15 محاربه گذرانده‌اش تا کنون شکست نخورده است. او آخرین محاربه خود را در این تشکیلات تقریبا 8 ماه پیش با رقیبش از فرانسه کوین پچ گذرانید و او را در راوند سوم باقی کرد و غلبه را به دست آورد. او بعد چند وقت باز به تمرین برگشت و انتظار رقیبان نو است. سرور حمیدوف 26 سال داشته، زاده ناحیه نورآباد است و حالا در شهر برناول روسیه زندگی می‌کند. او در کارنامه شخصیش 15 محاربه دارد که در همه‌اش غلبه به دست آورده است.